چه پیاده چه موتوری، چه تو پیاده رو چه تو خیابون. یه نفر که ماسک داره میاد طرفتون، سریع جاتون رو عوض کنید، سریع کیفتون رو دو دستی بگیرید، جاتون رو عوض کنید، چون اون دزده. همین چند وقت پیش من تو پیاده رو بودم، یه موتوری با ماسک توی پیاده رو بود، خیلی آروم شیک و مجلسی اومد نزدیک من فکرم میخواد از کنارم رد شه، کیفمو گرفت، قاپید و برد. حالا بماند گوشی توش بود، کیدای خونه، سویچ ماشین، مدارک، خیلی چیزا توش بود. خیلی اذیت شدم، از اینه که خب تو هزینه هم رفتم، مجبور شدم گوشی بخرم و کیف بخرم و اینا. در صورت اینایی که ماسک دارن میان سمتتون، حالا چه با موتور چه غیره، دزدن. حواستون رو جمع کن.